با سلام. امروز قصد داریم یکی از داروهایی که در درمان معده و درد معده و همچنین اسید معده هست رو بهتون معرفی کنیم. داروی فاموتیدین که در درمان درد معده به کار میره. فاموتیدین در واقع آنتی هیستامینی هست که بر روی سلول‌های ترشح کننده اسید در معده اثر کرده و مانع ترشح اسید میشه. شایع‌ترین مورد مصرف قرص فاموتیدین در زمان بازگشت اسید و محتویات آن به مری و گلو و همچنین دردهای عصبی معده است. فاموتیدین به صورت قرص، آمپول و سوسپانسیون قابل تهیه در تمام داروخانه‌های سطح کشور هست که قرص فاموتیدین در 2 دوز 20 میلی گرم و 40 میلی گرم هست. ما میتونیم در درمان و مشکلات عادی تا شدید گوارشی از فاموتیدین استفاده کنیم و داروهای مشابه فاموتیدین که در بازار موجود هستند به نام سایموتیدین و رانیتیدین هم همین کاربرد رو تقریبا دارن. تمامی داروهای مصرفی عوارض جانبی دارند که فاموتیدین هم از این دسته داروها جدا نیست و فاموتیدین هم دارای عوارضی برای مصرفش برای بیمار داره. از عوارض جانبی فاموتیدین میشه به سردرد، سرگیجه، اسهال و یبوست اشاره کرد که درصد خیلی کمی رو در بیمارانی که مصرف فاموتیدین رو دارن مشاهده شده. از تداخلات مهمی که برای داروی فاموتیدین وجود داره داروهایی هستند که نباید همراه فاموتیدین از اونها استفاده کرد، مانند شربت MGS و همچنین قرص MGS و منیزیم هیدروکساید، چون اثر فاموتیدین رو در معده کاهش میدن و اسید معده رو رقیق میکنن